حاجی دعوا شد. خانم میشه شما بدوین من دنبالتون بیفتم؟ حاجی چقدر این دوتا به هم میان. امیر رو تو ماشین خفته چرم نگهش داشتم. اجازه بده. سلام. این منم. بذار بهت بگم چرا با من این کارو کردم. برای اینکه ویدیو طولانی نشه سریع بهت توضیح میدم تا بریم سر اصل ماجرا. سلام. خوبی موجی؟ چطوری؟ سلام. موجی خسته شدم از 22 سال پیش تا الان سینگلم. پشه ماده تا حالا بغلم رد نشده. یه راه حلی بهم بگو. دیگه خسته شدم. دیگه نمیکشم. به تخمم. ببین درسته که به تخمم، ولی یه ایده دارم که میتونی بالاخره بله رو بگیری. نه امروز قرار بود بریم بیرون ولی کنکله. من گفتم یه حرکتی بزنم تو دیگه من بکشی بیرون. خب تو داری تو رابطه من و دوست دخترم اختلال ایجاد میکنی. من نمیتونم به همزمان به دوتاتون برسم. گفتم یه بار بریم سینما دیگه. حالا چی؟ سینما؟ آدم از رفیق صمیمیش تو سینما لب میخواد بگیره. قراره بری به 50 نفر بگی میخوام. چی میخوام؟ شماره. داشت قیافه منو دیدی؟ قیافه تو رو که میدونم قطعاً کم 50 تا. برو بالا 100 تا. عرضم به حضورت که شما باید 2 تا کار انجام بدی. اول اصلا الان میریم پیش آرمین، کله‌تو میزنی، موها رو کوتاه میکنی، سقلا رو صفا دیگه مرتب میکنی، بعد میریم لباس میخری، یا خودت میخری یا من، هیچ فرقی نداره. فقط تنها نرو. تو رو خدا یکی با خودت ببر. ببین تو کفته. خدا بخیر کنه. دیگه داداش این یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از موقع روزگاره. هپی هم داریم گفتم بدم. من اینجا کار میکنم. می‌خواستی اتاق پورسان تو بگیره. آقا علی. اینجا کسیه. نه ولی فکر کنم الان بیام بشینم. کی بیاد کیسه؟ بشینم. بچه اینجایی؟ نه؟ سوهانه دانشگاه یا نه؟ دانشجو نیستی؟ بچه اینجایی؟ اینجا چی کار میکنی؟ آها دانشجو بچه این نمیگم دانشجو اینجایی. رشته چیه؟ هنر؟ چرا همه حسابداری هم اینجا؟ ترم چندی؟ 2 نمیخوره بره 3 4 نه به قرآن چوکولات می‌خوری؟ نه دمت گرم. یه چی آورده بودم شاب لبه. ببین یه چایی آوردم یه چایی خوراک تریاک. با چی اومدی سهمیه یا؟ حاجی دعوا شد. آنجا شما حاجی سر الان دعوا میشه. امیر لفت گروه. امیر لفت داد. حاجی دوست چشات میدیدم تا سلام. شما در دانشگاه تهران مرکز پاسور نمیزنی؟ حکم نمیزنی؟ غلط نیستی؟ امیر سگی به قرآن مجید. بیا بزنی؟ چرا؟ حرومه؟ حال نمی‌کنی. حسابداری که باید باحال باشه، دوست داشته باشید. عزیز دلم من دارم اینو میگم که ببین تو تنها کاری که الان میتونی بکنی، یه دقیقه حرف من گوش کن، تنها کاری که الان میتونی بکنی دور یارو رو خط بکش حاجی. میمیری مگه؟ سلام. خیلی رنده. شما حکم نمیزنی؟ نه. چرا؟ چرا نباید حکم بزنی؟ چون حال نمی‌کنم. با چی حال می‌کنی؟ نمیدونم واقعا نمیدونم. الان این وایس هم دارم میدم. با امیر چی کار داریم آجی ناموسن ها؟ بذار خودم بگیرم. سلام امیر قطعش کن امیر. باشه بچه خیلی خوشحال شدم. امیر دمت گرم. امیر خدا رو شکر. امیر من میرم پایین. امیر بذار حدس بزنم چی کردن تو شخصیتت؟ آره چی شد؟ آجی من یه ایراد بزرگ دارم. یه ایراد مطمئن یه ایراد بزرگ. آقای
تو خیالت بابا راحت چی برو. خیالت راحت میام 2 نفر 2 نفری بریم. ببین من پشتتم برو. آقا پشتمی دیگه. آقا من تنهام نمی‌دونی. علی پشتتیم برو آقا. پشت تنهام نمیذاری. نه میایم یه قلوب آب من بخورم تو. خوردم برو نه با دهن خوش برو خیس. شروع شد آقا. آنجا جا کسیه میشه اشکال که نداره. خانم میشه شما بدوین من دنبالتون بیفتم؟ خانم میشه بدوین دنبالتون بیفتم؟ نمیدونی چرا همجوری چرا؟ چون که مامان بابام به هم یادن یه لحظه بخش به هم یادن از بچگی دنبال آرزوام برم. قیافتون ولی خیلی آشناست برام. نمیدونم چرا. نیست؟ شبیه زن اولم بودی آخه. سوال نیست زن دارم براتون یا من چه زن دارم یا ندارم. ندارم ولی شبیه زن اوله. آره تراشا موفق نیستم. میگم من نمیدونم چرا اینجوری میشه هر بار. چطوری؟ سلام جوانم بهش رفتم تو پایین. خب منم برینم بهش. ببین اینو بگی تو رو قرآن اینو بگی من برم. تو رو خدا اینو بگی. چیکار می‌کنی اینجا؟ هیچ یکم شبیه بودم یا شبیه زن اولم بودم میگن نه. چیز نبود. چرا؟ نمیدونم. درسته. چرا الان؟ نمیدونم کلاس داشتی؟ کلاس دادم کلاس دیگه الان. ساعت چند؟ یک شروع نشد دیگه. دوستان من نشناختم معرفی نکردی. نه هم گفتم شبیه بودن یکم. تو که موفق باشی. کلاس چی داری؟ من اتوماتیک کیف بردارم برداشتم. جدی؟ بس منم میام. نه بشین. نه منم میام. کلاس داریم ای تو؟ نه. بشین. نه من نرسیدم اصلا به دانشگاه. اصلا دانشجو نیستم. دبیرستانی؟ آره نمیخوره؟ پنج اینجا اتوبوس رد نمیشد. آجی فکر کنم همین ولی این دختره مال کرد. آجی این داره مخ میزنه دیگه ویدیو رو ول کرد. نظر شما چیه دوستان؟ آیا من دارم مخ میزنم یا دارم چرت و پرت میگم؟ همین الان کامنت کنید برمیگردیم ببینیم واقعیت چیه. به نظر تو این جمله‌ای که گفتم اصلا منطقی بود؟ یه فرد عادی با شرایط عادی میتونه همچین جمله‌ای رو بگه؟ جدی گفتن؟ آره داشتم همینو تعریف میکردم. یعنی یکی اومده اینجور جمله رو گفته که مخ بزنه؟ زد با همین جمله؟ نه قشنگ‌تر بیان قشنگ‌تر. بیان هم چجوری بود؟ یعنی صدا رو باید کلوف کنی؟ شاعر. اوه شاعر؟ من خیلی شعر می‌نویسم. نشنی شعرم که بی پلنه. نکنی پلچیز مثل هرمه سنه بچه 2 برابر سنمه. خوشحال شدم بچه. فکر این که یک روزی امیر بتونه دوست دختر پیدا کنه واقعا عذاب میده، چون اون روز 100% امام زمان زوره ادامه رفیق ما خیلی سینگل مونده بنده خدا، اصلا بدبخت شده دیگه تو ماجرا. اصلا اینو بگم بعد هیچی دیگه. الان داریم هی میفرستیم سراغ آدمای مختلف. فکر کنم از دیروز ما اینجاییم برای این بنده خدا یکی رو پیدا کنیم، هنوز نتونستیم. یعنی همه پا میشن در میرن. الان امیر داره میره سراغ اینا فکر کنم. سلام. به چند لحظه میتونم بخشید؟ من میتونم از ازدواجتون خوشم آمده با هم بیشتر نه خودتون فیسو یا نه شما نبودید یه ذره پایست خودش. چرا؟ ولکت رفت. چرا؟ اینا رو بکن گوره ویدیو داداش. پادگان چجوری راسته میگن یا سیگاری میشی یا سیگاری نمیشی؟ اون
سیگاری شدی دیگه. سیگاری دیگه انشالله. نه جدی الان داره رکورد میکنه دیگه. برنامه بینه میریم اونجا جفتمون تو چشاشون نگاه میکنیم، همون ایده که داداشمون داد، یه رفیق خیلی گل پیدا کرد، میریم اونجا ایده خفن داد، میریم تو چشاشون نگاه میکنیم، بعد عجب پسریه خود میریم تو چشاشون نگاه میکنیم، بعد هیچی دیگه کار در میاریم. یه چیز نگیم یا بگیم من هوا تو دارم میترسی به قرآن رامنی میاد توی میرم. نه بیا من هوا تو دارم. کدوم بود؟ کدوم بود؟ دوستان ببخشید خوب هستیم؟ خسته نباشید میگم خوب هستیم؟ مزاحم شدم. بگو دیگه. این بود؟ آره. رفیقمون انگار یه مقدار خوششون اومده از شما، می‌خواستش بیاد جلو صحبت کنه. گفتم جان ای بابا بد شدم. حیف شدیم. آره برو ببخشید. ماما چرا ایده رو عوض شد؟ کسیش بره قرار نبود زول بزنی مرد بیشور. محمد بیشور قرار بود زول بزنی. قرار بود بریم چشاشون نگاه کنیم بعد هیچ نگیم برگردیم. رفتیم اونجا میگه این دوستم از شما خوشش اومد. من به این بیشرفت چی بگم محمد؟ دوستم داری هست میکن. بعد طرفم آخرش دوست پسر دارم. بابا یه ذره دیر شد اوکی شد دیگه. من چرا با شما رفاقت کنم؟ نه من تایمو بعد من خودم دوستم سواله نمیدونم. اذیت کن. این اصلا واسه کمک نیومده بود اینجا. امیر رفت. سیگاری حاجی صدا فایده داشتی؟ حاجی امیر داره میره اونور. من ببخشید فندک داری؟ چه سیسار فندک روشن کرد سیگارو گرفته حاجی اینجوری بود. بفهم قابل نه مرسی. من اینجا جا کسیه من میشه را داد حاجی روشو کردی به همین نه آره وایس نه پوششو کرد به امیر. بچه چرا اینقدر ان میشه؟ دانشجو سوانکی شما یا چرشی؟ مشاوره؟ بله میخوره نه یا نمیخوره دانشجو باشید؟ نمیدونم ترم آخر باید ترم تقریبا بالا است برم. نه آخرم نیستم البته. شما ترم چندی؟ پنجید منم پنجم. حاجی فکر کنم حالا میخوام اینو بزنه چقدر خوب میشه. به قرآن امیر دست سر ما با همین دیگه رکورد با ما انگولک تو خبر نداری. من میخوره چه رشته‌ای باشم؟ میخوره رشته حسابداری. من بچگی دوست داشتم برم حسابداری. یعنی مامانم میگه تو با هم میرفتی حسابداری ولی نرفتم. نه. او ببین امیر داره میخنده. وقتی امیر بخنده یعنی بگاه رفتی. مدیریت بازرگانی. دخترم داره میخنده. فکر کنم بیشتر بگاه. این بر نگاه دارم میگم اون رو نگاه نکن. جایی رو نگاه نمی‌کنی. مطمئنی؟ آره. تمام رشته‌های این دانشکده رو گفت. ولی یه رشته دیگه بیشتر نمی‌مونه. نمی‌گم تربیت بدنی آخرین چیزی می‌خواد که باشه. حاجی چقدر این دوتا به هم میان. پزشکی داریم، فیزیولوژی داریم، بیومکانیک داریم. درسایی داریم که از خود پزشکی سخت‌تره ولی همه اینجوریه که نه شما میرید فقط مثلا ولی خب عملی هم داریم. پینگ پونگ داریم، فوتبال داریم، فوتسال داریم، ژیمناستیک داریم، بسکتبال، اسنپ ایناش هم هستش ولی اون درس پزشکی که داره خب خیلی. ببین اگه امیر رل بزنه خب دو تا مسئله پیش میاد. نشینی من گریه میکنم که امیر تونست. هم اشک شوق میریزم. نه آدمی که یه ذره زود قاطی میکنم نباید میرفتم روانشناسی. بعد اول خودم یه دونه روانشناس صحبت میکردم. خوبه که این ول نمیکنه داره لاس سنگین. باورت میشه 18 دقیقه داره زر میزنه. بابا هی من میبینم داره میخنده. این چیکار داره میکنه؟ و مثلا یکی بشینه جلوتون میتونید بفهمید چه مدل آدمیه یا نه. مثلا اونجوری نیست. نه ولی بعد بیاد صحبت کنه. آره میشه.
بوده. و الان داشتم تعریف می‌کردم گفتم جنسیتی بشکنم بله بسکش بیا دیگه خب کس خلا جایی که الان تو فیلم گرفتیم از من الان فیلم گرفتیم چقدر ویو میخور مجبوریم محسا چت یو اصلا مست قیافم معلوم نیست که چطام اصلا نه قیافم متقا بچه من رو سفید شدم بودی الان لباس پوشیدی دیگه خب بالاخره من لباس روشن پوشیدم همش مشکی پوشیدم فکر نکن همش مشکی پوشیدم چرا؟ خیلی صحبتای خوب و عالی کرد نه خیلی آدم اوکی هستی بیشتر آدمای سمی بهت میخوره که بی‌حسابت کردن یا نه هر کی آره تا زمان که کارم آدم سمی نیست اوکی اگه اوکی بودی یه آیدی اینستاتو بده بعدن یه یادت ترمیه چه ورقی بودم مشتم نه چی؟ موام کوتاه بود الان کوتاه خب پسرونه بود موام مولد زده بودم دورم خالی بود قاچی کردم آه با دختره بودی یه تایمی اون امیر هنوز نیومده کجا میری؟